سلام علیکم به چنل یوتیوب من خوش اومدید. آقا داستان از این قراره که بالاخره بعد از چند ماه ما روز اساس کشیمون رسید. یعنی روزش که نه، هفته اساس کشی رسید. داریم شروع نه نبر عزیزم نبر. بذار بمونه تو آقا آراد. میخوام توش آره مرسی. آقا من یه نیروی کمکی عالی دارم. بالاخره آره هفته اساس کشی رسید. ما دیگه الان 1 ماه بود منتظر بودیم مستاجر خونه رو خالی کنه و خالی نمی‌کرد. دیگه دیروز خونه رو تحویل گرفتیم و تعمیراتش رو شروع کردیم. خونه خیلی کثیف و داغون کرده یعنی مستاجر. دیگه دیروز رفتیم دیدیم که اصلا قابل نشستن نیستش. دیگه تعمیرش میکنیم، درستش میکنیم. من امروز شروع کردم به جمع کردن از اتاق آراد شروع کردم. حالا الان براتون ویدیو میگیرم میبینید. ولی 1 ماه پیش لباسهای خودم و ابراهیم رو جمع کرده بودم. امروزی که اتاق آراد یه عالم اسباب بازی خراب اینا انداختیم رفت. داریم مرتب میکنیم، اضافی ها رو میریزیم میدیم. اونا که سالمن رو میدیم به بچه های دیگه. بله اونم بنداز تا کن بنداز. آراد خیلی داره کمکم میکنه واقعا. فکر نمیکردم کمکم کنه. همش گفتم نکنه هم خودش اذیت بشه هم من اذیت کنه ولی اینجوری نبود. بریم که اتاق بهتون نشون بدم تو چه وضعیتیه. خب این وضعیت اتاق آراده که دیگه اینقدر به هم ریخته است. کلی اسباب بازی آراد داشت که من اینا اسباب بازی خراب به درد نخورشه. اینا اسباب بازی سالمشه که مونده ریختم توی این که یه جا باشه. بعد اسباب بازی های پارچه‌ای و نشکرش هم توی این مشنبه های مشکی از این سایز بزرگش. بش اینا چون که اینا رو کلا خالی کردیم خب به خاطر همین این جدا چیدیم جدا. آره پسرم اسباب بازی های شکستنیشو ریخته توی این که توی اسباب کشی خراب نشه. اسباب بازی که نمیشکنن و پارچه‌ای هم توی این مشنبه های زباله قراره بچینیم. خیلی هم پسر خوبی دارم من. خدا کمدشو به حسابی تمیز کنیم. بعد آخرین مرحله باز کردن تخت‌ها و بردنشونه. فعلا داریم ریزه ها رو جمع می‌کنیم. اومدم بهتون خونه رو نشون بدم. همونطوری که گفتم خونه داغونه. یعنی هر چقدر از داغونی خونه بگم کم. گفتم فقط با نشون دادن میتونم بهتون نشون بدم که خونه چه وضعی داره. گفتم قبل تعمیراتش رو ببینید که بعد از اینکه تعمیر کردیم بهتون نشون دادم ببینید چقدر تغییر قرار بکنه. خب آقا اینجا خونه ما دیگه. خب همینطور که میبینید وضعیت خونه داغونه. تمام دیوارا اینجوری کاغذ دیواری قدیمی داشت. حالا اینا رو ما کندیم. بعد اینجوری دیوارا تمام همشون نقاشیه. ببینید فقط چه وضعی داره. انگار مثلا یه خونه 100 ساله متروک است. اینم وضعیت کابینت‌های آشپزخونه است. فقط اومدم بهتون اینجا که میزان جرمو بهتون نشون بدم. کثیفیو. مگه یه زن میتونه انقدر کثیف باشه؟ روی اینو شما ببینید. مگه میشه آخه؟ ببینید ویو رو بهتون حیات نشون نمیدم. حیات سورپرایز بمونه چون بعدا میخوام بگم که اینجا کجاست توی ولاگ دیگه. چون این خونه یه سورپرایز داره که هیچ کدومتون نمیدونید. اینجا قرار اتاق ما بشه. فقط ببینید کمداش چه وضعیه. دراش تمام خرابه در آوردن. همون رو ببینید که گریه‌تون میگیره. چون همون تو این همون اونجوری نظافت میکرد. تو این همون بیاد که کثیف‌تر میشه. من نمیدونم اینا چیه اینجوری توی همون. این سیمایی که آویزون کردن چیه؟ لباس پهن میکردن. خیلی داغونه بچه ها. نمیدونم واقعا. درها رو ببینید. بیاید حالا اینجا. این درها. اینجا قرار اتاق آراد بشه.
دراه، خیلی داغونه. بعد لوسترا با اینکه مثلا سقف لوستر داره اومدن تمام دیوارا این چراغا گذاشتن. اینجا هم بود. ولی خونش خیلی نورگیرش خوبه، روشن دلوازه. خب ما الان توی این مرحله بازسازیم، هنوز سقفا هالوژناش رنگش تموم شده. بعد آشپزخونه رو بریم بهتون نشون بدم چیکار کردیم. آشپزخونه الان خیسه، نمیرم داخل، از همینجا نشون میدم. آشپزخونه رو آوردیم، دراش رو تعمیر کردیم، شستیم تمیز. الان تازه کفش رو شستیم، هنوز خیسه. بعد آره دیگه فقط کاغذ دیواریش مونده. اینا هم که لوازم نصابه و نقاشاست. فردا کاغذ دیواری ها نصب میشه، کف تمیز میشه، یواش یواش دیگه اساسی همونو میاریم. قبل خونه رو که دیدین تو چه وضعیتی بود. بعد خونه رو چیده شده میذارم براتون تا کیف کنید. ببینید که من چقدر زحمت کشیدم، یعنی از صبح 3-4 نفری فقط اون آشپزخونه رو تمیز کردیم، انقدر که کثیف بودش. خب الان 3-4 روز از اون ویدیو که داشتم اتاق آراد جمع می‌کردم گذشته دیگه. ما 3-4 روز رفتیم اونور، خونه رو تعمیر کردیم، بازسازی کردیم، تمیز کردیم. امروز اومدیم داریم با هم آشپزخونه رو جمع می‌کنیم. اینجوری ظرفا رو توی این سبدا جمع می‌کنیم. بعد کلی هم آشغال داریم که باید بندازیم بره. حالا کلی کار داریم. وضعیت اون برای خونه است. خیلی دلم برای این خونه‌مون خیلی تنگ میشه. خب چون مامان دیگه این چند روز همش آراد نگه داشته، من دیگه نگفتم نیاد امروز خونه خودمون، خونه قبلیمون که وسیله جمع کنیم، گفتم یه ذره استراحت کنیم، چون واقعا نگهداری آراد خیلی کار سختیه. اینم حسابی آراد این چند روز اذیتمون کرد، دندونش رو خونک کرد دیگه. هم درگیر دندون آراد بودم و هم داشتیم خونه تمیز می‌کردیم. نظافت خونه رو که دیدیم واقعا داغون بودش. من 3 دور با نیروی کمکی و زندادشم آشپزخونه اون خونه رو شستیم با هم تا بشه اون که باید. این ویدیو رو میگیرم واسه کسایی که دارن جهاز میخرن. این کارتونا رو میبینید همشون چه نوعه. اینا همه این چرخ گوشته، توش بخارپز هست، آب میوه‌گیر هست، نمیدونم سرخ‌کن هست، این پلو پزا هستن، برقیه از اونا هست. اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره. به درد میخورن، نه قابل استفاده نیست. خیلی کم پیش من تا حالا هیچ کدوم استفاده نکردم. ببینید الان نوع نگاه کنید، نوع و فقط اگه خواستید بخرید سرخ‌کن. حالا اگه پلو پز هم استفاده میکنید این دوتا رو خیلی سایز کوچیک بخرید، چون هم جاگیره هم استفاده نمیشه. من توی این کارتونای کاغذ دیواری جمع کردمشون. خب الان خونه رو به این مرحله رسوندیم، یعنی ببین وسیله این خونه انگار وسیله یه خانواده پر جمعیت 10 نفر است. بریم اتاقا رو بهتون نشون بدم. جا نیست اصلا من رد بشم. وضعیت اتاق آراد فردا صبح قراره از باربری بیان و اینا رو دیگه ببرن خونه جدید. و بالاخره خونه کاراش تموم شد، کاغذ دیواری‌ها زده شد دیگه، دکوراسیون داخلش تقریبا تمومه، شواژه دوباره نصب شد، سقف رنگش تموم شده، نظافت آشپزخونه هم تموم شده دیگه. از چند ساعت آینده شروع میکنیم به آوردن اسباب اینجا رو. حالا بعد اینکه مثلا مبلامون و فرشا و میزا و اینا بیاد خیلی قرار قشنگ‌تر بشه. اینم خودم که توی داغون ترین حال ممکنم. یه پامون خونه تو اسباب کشیه، یه پام هم اینجا تو تمیزکاری. بعد
دیگه اینجوری دیگه این روزا هم میگذره دیگه. بی صبرانه منتظرم بیام خونم، یه اساس رو بیارم بچینم، یه حسابی میخوام استراحت کنم دیگه. واقعا خیلی زمان و زحمت و انرژی برد از زمان این خونه. بالاخره روز اسباب کشی رسید. پشت پنجره منتظرم تا باربری وسیله ها رو بیاره. هوا هم بارونی، شانس ما یه هوای پاییزی و بارونی. سلام. بالاخره وسیله ها اومد بچه. یه خاور 3 تا وانت وسیله اومده، بازم توی خونه مونده. انقدر که من وسیله دارم ولی دیگه بالاخره تموم شد دیگه. و بالاخره بعد 3 روز دیگه من از پروسه چیدن خونه نتونستم فیلم بگیرم، چون که خیلی آشغال داشتیم مینداختیم، تمیز میکردیم، کمد میچیدیم، نتونستم. 3 روز طول کشید تا این خونه الان به اینجا رسیده. خیلی کار داره، خیلی کم و کسی داره. پرده هامون هنوز نیومده. این مبلا میره، مبل جدید میاد، این فرش میره. آشپزخونه همچنان کلی کار داره. هی جمع میکنم، هی دوباره میبینم کلی چیدنی داریم. تنها جایی که 99% تکمیله اتاق آراته و اتاق آراد تقریبا تکمیله. اینا جمع میشه با پردش نصب میشه. اتاق خودمونم که الان آراد خوابه، فیلم نمیگیرم براتون. لباسام هم جمع کردم اینجوری دیگه. حالا باید برم برای این خونه گلدون و ساعت و تابلو اینجور چیزا بگیرم. مرسی که ولاگ منو نگاه کردید. فعلا خونه به این مرحله رسیده. توی ولاگ بعدی قراره با هم بریم واسه خونه تابلو و اکسسوری و اینا بخریم. اینجوری دیگه. خیلی خسته شدیم، خیلی اسباب کشی سختی بود ولی ارزششو داشت. حالا میگم چرا ارزششو داشت، دلیل اومدنم به این خونه رو بهتون میگم تو ولاگ بعدی. خب اون خونه ما خیلی خونه خوبی بود ولی یه دلیلی داشت که من تصمیم گرفتم بیام این خونه که تو ولاگ بعدی بهتون نشون میدم دلیلشو. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. خدافظ.